سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. چای انرژی دارم، قهوه‌مو زدم و صبحتون بخیر. امیدوارم که صبح خوبی داشته باشید. بچه‌ها امروز اومدیم یه ویدیو خفن بگیریم، یه ویدیو خفنی که نمیشه گفت. بچه‌ها ویدیو اینجوریه که من امروز میرم اسنپ، هر سفری که رفتم به اندازه همون سفر یا حالا هر چیزی بیشتر یا حالا کمتر ما باید مثلا صبحونه بخوریم، نهار بخوریم، شام بخوریم، بعد بخوریم، خوراکی بخوریم یا حالا هر چی. امروز صبح 2 تا سفر رفتم، 2 تا 23000 تومان به عبارتی میشه آقا بگیریم 40 تا 50 تومان. 50 تومان رفتم اومدم یه قهوه خوردم 45000 تومان. الان 5000 تومان موجود داریم. یه سفر دیگه بریم و بیایم که بتونیم یه صبحونه، یه شیر کاکائویی، یه کیکی، یه چیزی بخوریم که از گرسنگی نمیریم فعلا تا ببینیم زور چه استپ گیرمون میاد که بتونیم با اون پولش بتونیم یه نهار تهیه کنیم یا حالا نهارم نه یه وعده‌ای باشه که فقط معدمونو سیر نگه داره. آره دیگه، لایک کامنت سابسکرایب نرید بریم که ویدیو رو داشته باشید. امیدوارم که ویدیو جذابی شده بشه، یعنی اینکه ویدیو جذابی بشه دیگه. آره بریم و بیایم. من نمیتونم تو ماشین، یعنی مثلا اجتماعی دارم نمیتونم رکورد کنم. الان هر سفر به سفری که میرم و میام برای شما ویدیو میگیرم که ببینید آیا چقدر در آورد. بریم که باید همه دو ویدیو داشته باشید. بچه‌ها الان فکر کنم که دوربین نمیدونم بچه‌ها داره منو میگیره یا نه، امیدوارم منو گرفته باشه. بچه‌ها ما الان ساعت ویدیو اولی که گرفتیم ساعت 9:05 بود، الان 9:40 رفتیم یه مسافر رو بردیم به عبارتی چقدر بود؟ 72 تومن، 73 تومن، 73 تومن پامون در اومد، یعنی به همون پول داد. ولی خب 25 دقیقه تو راه بودیم. رفتم بچه‌ها شیر کاکائو و موینی پور گرفتم به عبارتی نشد 54000 تومن. اصلا گرسنمه و الان اومدیم شیر کاکائو و کیک بخوریم. حالم بعد بودن پوزو بعد نکنید بچه‌ها. موینی پور نزد کباب زندگی کردن برام سخت شده. همش فکر دغدغه اینو دارم که بعدن میخوام چطوری زندگی کنم و اصلا در حال زندگی نمی کنم. از خودم ناراضیم که چرا اینجوری دارم به زندگی نگاه میکنم. همه چیز رو مخ میاد. خب آره بچه ها این هستم خدا زد تو سرم. خیلی دیگه بچه ها گفتخوری کردم، ببخشید. بریم دو ویدیو رو داشته باشی ببینیم تا شب چقدر میتونیم پول در بیاریم و چه چیزایی میخوریم. یوهو با من همراه باشید. بچه‌ها من دستشویی گرفتم، اومدم دستشویی و ماشینا خیلی دور گذاشتم. بابایی که داشت میشه چیزی برای پارکه رفتگر نمیخوام بگم دیگه، بابا برای پارک بودی. بعد بهم گفت که همینجاست. این همه موقع تا دارم پیاده میام خسته شدم افهم ریدم، یعنی نه دستشویی. الان ساعت 11 است و ما امروز هنوز 162 تومن کار کردیم. بریم که ادامه ویدیو داشته باشیم. بچه‌ها الان ساعت 12:53 است، ساعت 1 تقریبا. و بذار من شیشه رو بکشم بالا صدا. بچه‌ها الان ساعت 12:53 است و الان ظهر شد دیگه. یه مسافری زدم، یعنی مثلا از یه جا تا یه جا 65 تومن. بعد آقا بردمش تو روبا شکم صحبت کردم اینو و گفت وایسا اینجا من کارم تموم شد. بعد دوباره با هم برگردیم و رفتیم و چه اینا 200000 تومن بهم داد. 200000 تومن هم به خاطری بود که یه 5 دقیقه 10 دقیقه منتظرش 10 دقیقه بیشتر و بعدم برش گردوندم و خیلی هم خوشحال کردم. و طرف مهندس که چی؟ دکتر سید محمد یوسفی، دکترای کایروپراکتیک که از آمریکا. آخر بار که خواست بره گفت این کارتمو بگیر، مطب دارم اینجا 2 هفته است اومدم ایران، بعد از 2 هفته میرم از ایران آمریکا. میره آمریکا زندگی میکنه. آمریکا زندگی میکنه هستم چه سو بخلمه بابا آمریکاست. حقصه میاد اینجا هر از گاهی حوصله سر میره و خوشحالم از اینکه تونستم باشم کلام شم، چون خیلی آدم خوبی بود. فکر کنم نزدیک 300 تومن 350 تومن الان صبح تا حالا درآمد داشتیم. حالا استهلاک بنزین اینا رو اصلا ما نمیگیم. بریم 2-3 ساعت استراحتی بکنیم و بعد بیایم ببینیم بعد از ظهر ببینیم چقدر میتونیم در بیاریم و بالاخره ببینیم بچه‌ها پولتون رو هدر ندید. برین الان میریم خونه قشنگ مامان گرامی برام غذا درست کرده میریم میخوریم که نخوایم پول بدیم. بچه‌ها اومدیم بعد ساعت 1 رفتم خونه
گرفتم ناهارمو خوردم، ماکارونی بود جاتون خالی، بعد گرفتم خوابیدم و 7 بود یه اسنپ زدم اومدم اینجا. اسنپ 2 رو برای 73 تومن 78 تومن باهام در اومد و امروز من 368 تومن کار کردم و الان اومدیم رفتیم یه لقمه گرفتیم، لقمه کبابه شد 155,000 تومن. فقط نمیدونم از اون طرف باز میشه کنم باید پارش کنم و دیگه بچه ها من میرم نمیخورم و دوباره بهتون میپیوندم. فعلا بچه ها چطوری؟ آقا من اومدم خونه و دیگه نرفتم، یعنی یه سب زدم اومدم تا اینجا 115 تومن در مجموع. ما امروز 441 تومن کار کردیم 9 تا سفر، ولی بازم خوب بود. توی روز تونستیم حداقل اون چیزی که خرج کردیم و خوردیم و در بیاریم و ضرر به خودمون نزن و امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو دوست داشتید لایک کامنت و سابسکرایبتون نره، حمایت کنید که ویدیو خفن تری بذاریم. دوستتون دارم. فعلا پیس.